سلام. امروز شنبه 26/8/1403 اینجا شهر ترقبه و خیابون ترقدره. همونجوری که تو تصویر دارین میبینید اینقدر میگن برق کم مصرف کنید و بهینه مصرف کنید، مصرف برق بالاست و ما قطعی برق داریم. حتی چند روز اخیر قطعی برق داشتیم. تو تصویر میبینید اینا شهرداری ترقبه، نمیدونم شهرداری ترقبه باید اینا رو خاموش کنه یا اداره برق. توی این خیابون الان دقیقاً ساعت عرضم حضورتون که 9:15 صبح و برقای خیابون ها همونجور تو تصویر میبینید روشن. اینم شاهکار شرکت برق. همینجور شما تو خیابون